کنیم که نام پدر بزرگ یا یکی از اجدادش کوروش باشه. تا قبل از محمد رضا پهلوی اسم کوروش شناخته شده نبوده و شخصیت کوروش به اندازه‌ای برای ایرانیان ناشناخته بوده که این نام رو برای پسراشون هم انتخاب نمی‌کرد. برخلاف سایر اسامی پادشاهان پارسی در میان تمام دوستان و بستگانتون بگردید و شخصی رو پیدا کنید که اسم یکی از اجدادش کوروش باشه. آثار امپراتوری روم در سراسر اروپا، در تمامی جزایر مدیترانه، در شمال آفریقا، در مصر و خاورمیانه و ترکیه وجود داره و این ثابت میکنه که روم زمانی امپراتور برتر جهان بود. اما آثار دوران کوروش کبیر که طرفدارانش مدعی‌اند بیشتر آسیا و آفریقا زیر فرمانش بوده، در هیچ سرزمینی وجود نداره جز تخت جمشید خودمون. حتی خرابه‌ای، ستونی، چیزی که ثابت کنه که این بنا مال دوره کوروشه وجود نداره. چطور میشه شخصیتی اینقدر امپراتوریش بزرگ باشه ولی از تمدنش هیچ